چطوری توی کازینو، توی بازی پوکر تگزاس هولدم کمتر خطا بدیم و بیشتر برنده باشیم؟ قبل از اینکه فلاپ رو ببینیم هرگز آلین نکنید. این کار خیلی ریسک داره. حتی اگرم مست بودیدم این کار رو نکنید. شاید شما دستتون به این خوبی باشه. باز هم آلین نکنید. کارت های بقیه نمیدونید چیه و نمیتونید حدس بزنید که فلاپ چی میتونه باشه. پس این کار رو نکنید. یه نفر شاید کارتش این باشه، یه نفر کارتش این باشه و حالا کارت های دیگه. پس قبل از اینکه فلاپ رو ببینیم آلین نکنیم. حالا ببینیم فلاپ چی میاد. این 3 تا کارت برای فلاپ اومده. خب شما الان یه دل دارید، پای فلاش هستید و بقیه رو هم نمیدونید چیه. میتونید ریسک کنید و شما یه عددی رو بخونید ولی از کارت های بقیه خبر ندارید. خب این نگاهی کنیم به کارت های بقیه. یه نفر اینو داره، آلردی فلاش هست. زمین میتونه پایه استریت هم باشه. خب برگ بعدی رو نگاه میکنیم ببینیم چیه. برگ بعدی یه دونه بیبی خورده. باز هم خطرناک شد. شما هنوز فلاش نشدید. اون فلاش هست. بغل دستی شما 3. این هم خطرناکه. ایشون هم میتونه آلین بگه، شما هم میتونید بگید. پس بازی خیلی ریسک داره. پر سرباز. نگاه میکنیم به بقیه کارتا. پر آس داره. این هم خطرناکه. اگر برگ آخر آس بخواد باشه که ایشون نمیدونه که شما چی دارید، چون برگا رو هنوز همه رو نکردن. این به امید آس آخر. پر شاه. ایشون منتظر شاهه. این آلردی فلاش هست. فعلا بهترین برگمون ایشونه. اگر یه دونه دل بیاد شما برنده اید. دل اومد. فعلا تا اینجا شما برنده اید. ست بیبی، پر بیبی، پر سرباز. شما فلاشید. این کارت پر آسه و پر شاه. تا اینجا شما برنده اید و شما فکر میکنید که برنده اید و میخواید آلین بگید. از برگای بقیه خبر ندارید. نفر آخر با برگ خیلی ریز اومده جلو و برنده است. پس خیلی مراقب باشید. اول فلاپ رو ببینید، آهسته آهسته برید جلو. این برگ برنده است.